وزارت مدافع تاجیکستان روز 2 نوامبر سال 2022 خبر داد که در یک ماه اول دعوت تیرمایی به صف قوه‌های مسلح جمهوری یعنی در ماه اکتبر نقشه دعوت علیه 70% اجرا شده است. لازم به ذکر است که در مقایسه با دعوت‌های قبلی در جریان این دعوت تیرمایی حداقل در طول ماه اکتبر شکایت‌ها از ابله و یعنی زورن در کوچه و بازارها داشتن و برتش بردن جوانان سن و سال دعوتی تقریبا به گوش نمی‌رسند. پلکونیک فریدون محمدعلی زاده سردار مرکز مطبوعات وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان گفت ریاست تشکیل و سفربری ستاد گنرالی قوه‌های مسلح تا 70% تامین شدن اجرای نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح در یک ماه اول این چاره‌بینی مهم سیاسی خوب و نظر است ارزیابی می‌نماید. زیرا طبق اطلاع مسئولین برای تشکیل و راه‌اندازی نمودن دعوت و گسیل شهروندان جنس مرد از 18 تا 27 ساله به خدمت حربی اگرچه 2 ماه پیش بینی گردیده باشد هم لیکن نتیجه فعالیت نظارت بسیاری از کمیسی‌های دولتی دعوت در شهر و نویه‌های مملکت امکان داد که اجرای نقشه پیش از مهلت و در سطح بلند در دوام یک ماه به 70% برابر کرده شود، نوشته است پلکونیک محمدعلی زاده. از میان منطقه‌های تاجیکستان ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه در یک روز اول دعوت تیرمایی یعنی 1 اکتبر از اجرای نقشه گزارش داده بود. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 می و تیرما از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می‌کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله یا احاطه‌گیری جریان می‌گیرد. ابله یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه و بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابله شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شده‌شان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.